امروز قراره ارزون ترین و گرون ترین آش رشته ایران رو امتحان کنیم. این واقعا یه آش رشته لاکچری 10 برابر یا آش رشته خیابونی میارزه یا نه؟ بزن بریم. سید رو پیدا کردیم که توی خیابون پرت آش فروشی زده. دیگه فکر نکنم از اینجا ارزون تر باشه. 2 تا کاسه آش رشته گرفتیم شد 80 تومن. از این ارزون تر اگر سراغ داری شما تو کامنت ها بنویسید. بوی آش رشته نظری میده. البته اینکه یه سیدم درستش کرده همچین بی تاثیر نیست. قشنگ مزه همون آش نظری رو میده که گفتی. با این تفاوت که کاسه 40,000 تومن هم پولش دادی. ببین از نظر آش رشته بودن که آش رشته است. اصلا توش حرفی نیست، بحث نیست. اون پیاز داغاش قشنگ طلایی، ترک، خوشمزه. خیلی دوست دارم بدونم گرون ترین آش رشته که قرار بریم تست کنیم 7-8 برابر اینم شاید پولش باشه. چه فرقی با این داره؟ چیش از این مثلا بهتره؟ اینم خداییش خوشمزه است. هرچند که مزه‌اش نظری میده ولی ما براش پول دادیم. یه فلفل خیلی تند و خفنی هم روش زده دیگه، نوشته دیگه آش آبادانی. آدم میخوره میسوزه. ولی من دوست دارم. قشنگ یه آش سید پسند خوشمزه است. خیلی کنجکاوم ولی مثلا اونی که قرار بریم اونجا بخوریم چیه دقیقاً چی کار میخوام بکنم. بریم ببین. بابا من رفت نظر میخوام غذا بخورم. اندازه 40 تومنش خوشمزه است. اما اون هم قیمت کباب کوبیده است. فکر نکنم اونقدر بیارزه. مامانا همیشه میگن وقتی تمومش کرده یعنی خوشمزه است. دل تو دلم نیست بریم تستش کنیم. 200-300 تومن قراره پول آش رشته بدیم. فکر کنم مزه کباب بره میده. 300 تومن اینا برای آش رشته نمیصرفه. بریم یه کوبیده بخوریم. اگه بهتون بگم اینجا یه آش رشته هست که از چلو کباب کوبیده هم گرونتره باور میکنید؟ شوخی نمیکنم. هتل عباسی یکی از لاکچری ترین هتل های کل دنیا. هتل عباسی کاروانسرای 300 ساله است که شاههای صفوی توش استراحت میکردن و الان یکی از لاکچری ترین جای. بیا بریم آش رشته منتظر با این تیپ و استایل که نمیتونیم بریم تو همین. چیکار کنیم خب؟ ما داریم خوشتیپ شیم. بریم خوشتیپ شیم. بریم. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. درسته ما برای تست گرونترین آش رشته ایران اینجاییم، اما اکثر کسایی که اینجان برای مهمترین قرارهای کاری یا حتی سیاسی کل اصفهانه. ولی امیر مهمترین قرار امشب قرار آش رشته است. حالا از کدوم وری بریم سمت آش رشته؟ از اون طرف میاد. و 24,000 تومن آش رشته. مزه کوبیده نده من اینجا رو به هم میریزم. 224 قراره تو دیگ برامون آش رشته بیارن دیگه، درسته؟ مرسی.
متشکرم از شما، بسیار بسیار لطف کردید. خسته نباشید. روز خوبی داشته باشید. شب بخیر. بریم برای تستش و واقعا برام جالبه که چه طعمی میتونه داشته باشه این غذا. قشنگ پرملات‌تر، اونو انگار رشته کرده بودن توش که فقط سنگینش پرشه بی خودی. من که کاسه پورتره رو برداشتم، اصلا من به کسی نگفتم، ولی خیلی میخوام بدونم این آش توش چیه الان دقیقا. من هنوز نخوردم و واقعا به قول امیر خیلی پرملاته و توی تمیز یاد روی نکرده. اینش خیلی جالبه، یعنی یه طعم غالب نیست. مثلا بیشتر آش فروشی‌ها تندش میکنن، بگن که آقا ما آشمون تنده به قالب آش آبادانی، اما یه جالبه که داره این مزه آش میده، یعنی چاشنی بیش از اندازه‌ای توش نزدن. اینشو خیلی دوست دارم. کشک خوشتم. کشکش دقیقاً این مزه کشکی که خونه مادر بزرگم بوده میده. من این کشک آخرین بار توی روستای شهرکرد خوردم. خیلی خوبه کشکش، واقعا خوبه. چقدر رشته توش کمه، همش ملاته. دلم میخواد همش بزنم ببینم مزه همش با هم دیگه چه شکلیه. همش بزنیم. این الان آش هم خورده است. قشنگ رنگش قاطی شده، پیاز داغش قاطی شده، همه چی. دقت میکنید با بقیه آش فرق داره، یه خورده کش میاد، مثل آب نیست. میبینی؟ خیلی خوبه. ببین درسته مزه چلو کباب نمیده، ولی مزه آش رشته میده. اینقدر وایب تاریخی اینجا سنگینه، حس میکنم سر همین میز قبلا ناصر و دینشا با زن و بچهش نشستن غذا خوردن. به نظرم اگر عاقل بوده باشن اون روزی که اینجا نشسته بودن قطعا آش رشته خوردن. درسته 200 خورده ای اگر قرار باشه آدم پول بده، کباب همیشه بهترین گزینه است، اما اون آش رشته اگه 40 تومن بود، این واقعا 4 برابر اون هم متریال داره، هم کیفیت داره، هم طعم واقعی میده، نه یه طعمی که ساختنش که باهاش پول در بیارن فقط. میصرفه یا نمیصرفه؟ سوال خوبیه که میصرفه یا نمیصرفه. به نظرم برای یه بار واقعا میصرفه، علل خصوص اگه با آدمایی بیاین که دوستشون دارید. من دوست دارم عزیز، میدونم منظورت من نبودم، ولی خب ولی حجمش خدایی خوبه. هیچ وقت فکر نمی کردم که از بهترین حسا رو موقع غذا خوردن با خوردن آش رشته بگیرم. شاید آش رشته هیچ وقتی 20 نرزه، اما این حسی که داره میده اینجا، وایبی که داره و این طعمی که داره برای یه بار به راحتی میارزه. من همیشه حسای خوب زندگیمو با خوردن آش رشته میگیرم. مگه ما 500 تومن امشب پول 2 تا کاسه آش رشته نمیدیم؟ چرا اینجا با اینکه فضاش بازه کولر بالا سر من روشن نیست من گرمم؟ چرا یکی از اینا که بیکاره الان منو ماساژ نمیده؟ الان این حجم هزینه‌ای که ما اینجا کردیم داره کجا میره؟ ولی اگه اینجا بارون بگیره ملت و غذاهاشون چی میشن؟ این مبلا چی میشن؟ ترماها چی میشن؟ عزیزم 500 تومن پول دادیم، قرار نیست ناصرت میشه با چترش بپره رو غذای مردم که. بعد مگه قرار نبود داشتش اینا تمومش شد؟ تموم شد. یعنی چی؟ من تو خراب کردی همه چی. نمیفهمم قضیه رو. چرا داره تموم میشه؟ یعنی چی؟ تماسه میلیاردی چی شد؟ چرا در آوردی ایرپاد تو؟ من چی در آوردم؟ ایرپاد من تو گوشم بود. نیاوردی؟ من خیلی وقت ندیدم گوشت. دپو ایرپاد نشون بچه‌ها بود تو شب 25 میلیون رو مسیج کنم دنبال ایرپاد من میگردن که باشه بریم دنبالش بگیم. باشه بریم دنبال. بچه ما اینجا الان تهدید رو به فرصت تبدیل کردیم و ویدیوی بعدی میخوایم نقد و بررسی ارزون ترین ایپاد رو بگیریم و به نقد و بررسی کنیم ببینیم اصلا میصرفه یا نه. اشکال نداره، همین ایپاد دیگه. یه خورده بعد نگاه میکنیم.